بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. نفسم گرفت، انقدر تون شروع کردم نفسم گرفت. انشالله که هر گوشه دنیا که هستید خوش و خرم باشید و توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگی شما بهتر از لحظات گذشته اون. سپری بشه الله را بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق رو قرین راه ما ساخت تا در سفره دلی دیگر میزبان و میهمان فضای گرم و صمیمی خانواده های شما باشیم با برنامه دیگر از برنامه‌های مرتبط به دلگفته‌ها و دل مشغله های شما خوبان و عزیزان. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود و آغاز کلام با ایشون. و من نفهمیدم شما چی گفتید جناب دکتر؟ در خدمت آخرش نفهمیدم شما میزبان خانه ها هستید یا میهمان هستید؟ ما هم میهمانشون هستیم چون صفحه گیرنده خودشون رو به سوی ما باز کردن و هم این میهمان بود، هم میهمانشون هستیم و هم میزبانشون هستیم که بالاخره این برنامه خودشون هست و اینجا ما آنچه رو مطرح میکنیم که خودشون دوست دارن. به هر حال بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما خوبان و عزیزان. عرض سلام و ادب داشتیم پیش از این با استاد سلیمانی عزیز که خسته و گفته رسیدن دوان اما من حقیقتش میهمان خانه های شما عزیزان هستم و از این که بزرگواری میفرمایید و هر هفته سایه سنگین من رو تحمل میکنید بسیار از شما ممنون و متشکرم و از اینی که ما رو در این برنامه همراهی میکنید و به خصوص برنامه‌های زیبایتون و با همیاری که با ما دارید بسیار خوشحالم و این خب به هر حال بزرگواری شما عزیزان رو میرسونه و همچنین این همت والاتون و این دردی که در قبال جامعه احساس میکنید من حقیقتش این رو ارج مینهم در شما و همچنین در استاد بزرگوارم جناب استاد سلیمانی عزیز که هر هفته یه موضوع رو انتخاب میکنند و ما رو با اون موضوع به چالش میکشونند تا یک گرهی از گره های جامعه رو حل کنیم. پس شکر و سپاس برای شما و همچنین برای استاد بزرگم استاد سلیمانی عزیز. در خدمت شما هستیم. خدمت از ما جناب دکتر عزیز. عزیزانی که همراه ما بودن در سلسله برنامه‌های گذشته ما در سفره دل می‌دانند که ما چند مدتی است درباره موضوع چند همسری صحبت می‌کنیم و آنچه که متعلق به این موضوع و از زیر مجموعه های این موضوع در برنامه گذشته درباره برخورد و رابطه رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان بهترین الگوی تاریخ بشر در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بحثی آغاز کردیم و به همراه جناب دکتر و شما عزیزان و خوبان داخل شدیم به خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، به تعبیر دقیق ترش حجره های زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ناگفته های از زندگی آن حضرت علیه السلام. ناگفته به این معنی نه که چیز جدیدی باشه برای ما، شاید خیلی‌هاش ناگفته ها بود و ناشنیده هایی که در خلال زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ترسیم شده از همسران بزرگوار ایشون. موضوع رو ادامه دادیم، به حکایت هایی پرداختیم که هر کدوم از اونها برای ما درس داشت و عبرت ها داشت و در این برنامه هم انشاءالله دوست داریم به همراه شما عزیزان موضوع رو ادامه بدیم و تکمیل بکنیم با محوریت موضوع غیرت در بین همسران. حتی اگر این همسران شخصیت های والا مقامی به مانند امهات المؤمنین، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادران مؤمنان، اون نسل برگزیده و اون شخصیت های والا مقامی باشند که جایگاه اونها در بالاترین درجات بهشت و جنت است و همین بس برای عظمت شأن اونها که الله متعال اونها را مادران مؤمنین نامید و همین بس که آنها همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنیا و آخرت بودند و همدمان سید مرسلین علیه السلام. اما با این وجود غیرت در زندگی این بزرگواران مشهود است. غیرت در بین همسران، غیرت به چه معناست؟ غیرت در بین همسران آیا حتما
نشان از مشکل است. غیرت اصلا با کی باید باشه و به کدوم سو باید باشه؟ غیرت با همسر یا با همسرای همسر، خانمای همسر و زنهای دوم و سوم؟ و آیا این غیرت اصلا پسندیده هست؟ تا چه حدی پسندیده هست؟ از چه حدی بیشتر اگر خارج شد مذمت خواهد شد؟ چگونه باید با این غیرت برخورد کرد و چگونه باید مرد نسبت به این غیرت ها چگونه درک بکنه این موضوع رو و چگونه برخورد بکنه؟ مسائلی است که بیشتر عزیزانی که چند همسر دارن با او درگیرند. البته شاید عامتر هم باشه، نه تنها به هر حال برای چند همسری، شاید همسر خود انسان با مادرش، همسر انسان با خواهر انسان، همسر انسان با دوروبری های انسان هم غیرت نشون بده، چه بسا با دوستان مرد شوهر خودش هم غیرت نشون بده و احیانا اونها رو نتونه تحمل بکنه. موضوع غیرت برای خواهران، همسرهای یک مرد و یا همسر یک مرد با دیگران اطرافیان یک مرد محور موضوع امروز ماست با عنوان غیرت در بین همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. از اینجا می‌خوایم که درس بگیریم و انشاءالله آنچه که به صورت مختصر در این موضوع مطرح شد رو به همراه شما عزیزان در خلال فرصت پیش رو بررسی بکنیم. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر، غیرت چی هست اصلا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. یک برداشتی که همچنین سطحی میاد روی آب اینه که بعضی میگن که آقا فلانی غیرتیه، یعنی انگار که بده، که غیرت داشتن چیز بدیه. در این حال وقتی که باز کسی رو میخوان فوش بدن بهش میگن چی؟ که آدم بی غیرتیه. حالا چی شد؟ غیرتیش بده؟ اگه غیرتیش فوشه، بی غیرتش نباید فوش می بود. اگر بی غیرتیش فوشه، غیرتش باید مدح و ثنا می بود. پس در واقع این یه عصایی هست که باید از وسط گرفته بشه. به این معنا که خیلی از احساسات و عواطفی که ما داریم، احساس به عصبانیت مثلا، احساس به ترس، احساس به ناراحتی، خب این نمیشه گفت که چیز خوبی هست، نمیشه گفت چیز بدی هست. یه نیازه و یه طبیعته. الان ما چطور این در مقابل این احساس چه سلوک و رفتارهایی از خودمون نشون میدیم، این سلوکه که میشه اینو نگاش کرد که سلوک خوبی هست یا بدی هست. یعنی خودش فی ذاته نه خوبه نه بد؟ نه خوبه، یه چیزی در فطرت هر انسانی هست. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چون در غیرت هم در مرد هست هم در خانم ها، چون که در خانم ها وضوحش بیشتر هست. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند متعال غیرت رو در زنها نوشتند، قرار دادن. خب هم در زن هاست هم در مردها، در زنها بیشتر نمود داره. خب حالا این غیرت یعنی چی؟ یعنی اینی که من میخوام به چیزی برسم، یعنی اینی که من میخوام چیزی مال من باشه. خب این چیز خوبی هست که هر کسی در پی رسیدن به یک هدف باشه، یک انگیزه رو به وجود میاره. یه بچه وقتی که میبینه همه دارن راه میرن، مثل یک چیزی افتادم رو زمین، خب غیرتی میشه، باعث میشه که به حرکت در بیاد، 4 دست و پا راه میره، بعد میاد رو با پاش وا میسه و مثل دیگران راه میره. بچه هم میبینه که دارن این از پدر مادر خیشان بابا دهناشون رو حرکت میدن، یه صدایی از هم دیگه صدایی تولید میشه، بعد این صدا واکنش نشون میدن، پس اینا دارن حرف میزنن، خب من چرا همین کارو نکنم؟ بعد حرکت در میاره. و این غیرت بس یک انگیزه آفرینی هست، یه چیزی هست که انسان رو به سوی میکشه. و اصلا طبیعت خانم ها و آقایون یک خب خداوند متعال اینطور آفریده که خانم ها قدرت و توانی که خداوند به اونها داده در واقع همون حس یا انوثتشون یا زنانگیشون هست. آقایون سلاح و قدرتی که میتونن مطرح بشن اینه که مقداری خودشون رو قلدرتر و پرزورتر و اینو نشون میدن. خب زن جماعت، خب طبیعت خلقت الهی اینطوری هست که تا وقتی که احساس میکنه بالاسری داره، یک کسی داره که در سایه اون احساس امنیت میکنه،
چیزی داره مال خودش هست که در سایه اون احساس امنیت میکنه، احساس رضایت میکنه، خوشبخت میشه، زندگیش آروم میشه. بله. آقایون برعکس، اگر آقایون احساس کنن که بالا سرشون کسی هست که مواظب اونها هست، اینا طغیان میکنن، خوششون نمیاد. یعنی اگر یه زنی بیاد قلدری کنه و مهار شوهرش رو به دست بگیره، اولا نه اون شوهر احساس آسایش میکنه، احساس امنیت و راحتی، و نه هم زن. پلیس بازی فایده نداره. اصلا خود زن احساس میکنه که این جای من نیست، این لباسی که من به تنم کردم شایسته من نیست و مال من نیست، متناسب با اندام من نیست. من باید کسی باشه که منو نگه داره، من در سایه اون احساس امنیت کنم. مرد وقتی احساس میکنه که کسی رو داره که اون مسئول اون هست و اون رو باید حفاظت کنه، این مرد باز احساس این میکنه که تو قلتک افتاده، رو راه خودش هست. الان ببینید چرا زنها، دختران دنبال شوهر هستن، شوهران جوونا دنبال زن هستن، به خاطر این کامل کردن این نقصی که درشون وجود داره. حالا این نقص کامل شد، خانم ها خب احساس میکنن که این مال منه، شوهر مال منه. تا وقتی که این شعور، یعنی الان تصرفاتی که داره تصرفاتی چی هست؟ تصرفات ملکیت هست. دیگران میگن مادر میگه مال منه، بچه منه. خب پس اینجا یه نوع رقابتی به وجود میاد. خواهرها میگن که این داداش ماست. خب ما حقدارتریم از این دختری که تازه اومده. پس اینجا یک استکاک دیگه میتونه به وجود بیاد. دوستان میگن که ما با هم بزرگ شدیم، مال ما همیم. یه استکاک داشتیم و کلی وقت با همه. خب طرف هم دلش میخواد که با دوستاش گهگداری بنشینه. خب نه مثل قدیما، اما به هر حال ریتم زندگی ایجاب میکنه. خب اینجا باز احتمال داره که یک نوع خطی بشه وضع. حالا اگر اومد تو این خونه خانم های دیگه ای وجود داشتن، خب این بگه که این مال منه، این بگه این مال منه، که دیگه نشد. کی مال منه؟ شوهر. هر یک احساس میکنه که این الان اینجاست که غیرت، این برداشت باعث میشه که ما سلوک و رفتارهایی بکنیم که این رفتارها تنش‌زاست، مشکل آفرینه. خود غیرت یعنی چی؟ یعنی احساس ملکیت. این احساس ملکیت درست، اما این احساس ملکیت رو چطور باید فهمید؟ که در واقع من با دیگران در رقابت هستم سر این شخص، که این شخص رو به خودم بگیرم. الان رقابت من با کیه در واقع؟ آیا رقابت من با دیگران هست یا رقابت من روی فرد هست؟ یعنی چی؟ فرقشون چیه؟ یعنی چطور؟ وقتی که من احساس میکنم که این فرد مال منه، شوهر و این خانم، حالا مادر باشه، خواهر باشه یا همسر دیگه باشه، هوو باشه یا دوستش، خب این رو گرفته، بله، میخواد واسه خودش بکشه، پس این به طرف خودش میکشه. من الان با کی در رقابتم؟ با این زن دوم. اگر احساس کنم با این زن دوم من در رقابتم برای به دست آوردن هدف خودم، خب اینجا تنش به وجود میاد، این زندگی نمیشه. اما اگر من ببینم که این مرد تمایل داره به این زن، چرا؟ به خاطر یک سری صفاتی، به خاطر یک سری ویژگی هایی که اون داره. حالا من نگاه کنم آیا من با این ویژگی ها میتونم جذبش کنم که نه. این هم اشتباهست. چرا؟ چون اون ویژگی هایی که اون داره غیر از ویژگی هایی که من دارم. خیلیش خاصه به اونه، نمیتونم هرگز کسبش کنم. اون یک کمبودهایی بود در من یا در اون که شوهر با من به عنوان زن دوم یا با اون به عنوان زن دوم و سوم ازدواج کرد. خب هر چی باشه، یعنی یه ویژگی‌هایی من داشتم که منو انتخاب کرد. بله. یه ویژگی‌هایی ایشون داشت که ایشون رو بعداً انتخاب کرد. سومی همچنین، چهارمی همچنین. خب من اینی که بیام ببینم در چی میتونم رقابت کنم. اون جوونه، من که نمیتونم در جوونیش باش رقابت کنم. در شکل و قیافش من نمیتونم رقابت کنم، که هرچی هم رقابت کنم باز بهش نمیرسم. چرا؟ چون که اصلا هر یکی از هووها فکر میکنه که بعدیش دیگریش زیباتره.
خیلی زیباست در زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ام سلمه ازدواج کردن. ام المؤمنین ام سلمه یه خانومی هست که عمری ازشون گذشته، بیوه هست، فرزند داره و خودش میگه که من خیلی غیرتی هم. وقتی پیامبر رفتن خواستگاری گفتند یا رسول الله من مناسب شما نیستم، من خیلی آدم غیرتی هستم. یعنی خودشون احساس میکنن که این غیرت در حد نرمال نیست، بیش از حده و این واکنش های من در مقابل این غیرت بیش از حد باعث آزار و اذیت هم شما میشه و هم دیگران. پس یا رسول الله منو بذار، من شایسته نیستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواد نه، این زن ویژگی‌های خاص داره، از ویژگی‌هاش هم اینه که همسر برادر رضایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابو سلمه است که از دنیا رفتن. خب این زن نیاز به سرپرست هم داره. خب فرزند داره، خب فرزندانش رو باید یه کسی باشه بالا سری داشته باشن. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون رو انتخاب میکنن. ویژگی‌های خاص در خود ام سلمه، یعنی شما ویژگی رو احساس نمی کنید که بتونه با مثلا ام المؤمنین عایشه رقابت کنه. این بیوه است، این تنها زن باکره‌ای است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشون ازدواج کردن. این بچه داره و سر شلوغ است و نمیتونه به شوهر اونطوران برسه، این تنها چیز در زندگی شوهرش هست. این عمری ازش گذشته، ایشون جوان هستن. اون دختر ابوبکر، این دختر ابوبکر. خب ایشون این ویژگی رو ندارن. اما عایشه شنیدی بودن که ام سلمه خیلی زیباست. خب رفت یه جوری یه جایی، خب ام سلمه رو که از پیش هم دیده بود، اما تازه شنیده که زیباست. این همه مدت اصلا براش مهم نبود که زیباست یا نیست. خب الان اومد که از دور ببینه که واقعا زیباست. وقتی دیدشون هوری دلشون ریخت، عجب جمالی داره ها. ام سلمه نه زیباتر شدن نه هیچی، همون انسان قبلیه. اما چشای عایشه الان با یه دید دیگه نگاه میکنه. قبلا به دید دیگه نگاه میکنه، به عنوان رقیب نگاه میکنه. الان بعدم رفت، خب کجا میره؟ رفت پیش ام المؤمنین حفصه، گفت وای وای چی شد؟ میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یک فرشته ازدواج کردن، اینقدر زیباست که نگو. حفصه میگه نه کی؟ ام سلمه. ام سلمه که خودمون میشناسیم، کجاش فرشته است کجاش چی؟ حتی حفصه وقتی هم نگاه کرد واقعا راست میگه. اینه که یه چیزایی هست که ما اگر رفتیم تو این بحر و احساس کردیم که من دارم با فلان شخص رقابت میکنم، خب یه تنشی به وجود میاد، غیرت راه منفی رو میگیره، باعث میشه که من سلوک و رفتارایی به وجود بیارم که اولا خودم رو خرد میکنم، دوم اصلا رقابت روی شوهر است، اینجا میشه رقابت با همبا. اصلا مسیر حرکت من اشتباهه. من الان بیام ببینید مثلا عموما همباغا یک هوا یک رقابتی که دارن اینن که هر یکی میخواد که بگه که شوهر از منه، من توی روی این شوهر حق بیشتری دارم، میتونم بیشتر کسبش کنم. خب برای این هزار فن و فوت به کار میبرن. مثلا میاد میگه که چه لباسی پوشیدی؟ لباس کی واسه اتو کرده؟ نمیخواد بری دیگه باز لباساتو بدی به فلانی برات اتو کنه. لباسات خودم میشورم خودم اتو میکنم. این بده. مردم چی میگن؟ حالا ماشاءالله 4 تا همسر داری، خب مردم به منم بد میگن. خب یعنی چی؟ یعنی نیاز شوهر رو میخواد بگه که نیازمند من باشه. من هستم. مهمونا رو بردی به خونه فلانی، خیلی کار بدی کردی. نه آشپزیش آشپزیست، نه میدونه چطور من از اول زندگی با تو هستم، میدونم که چطور خونم هم واسع‌تره، وسایلمون هم بیشتره، 100 مورد غذا میتونم درست کنم. خیلی بده. خاصا فلانی اومده بود مهمونی شما بردی خونه فلانی، بده. خب یعنی چی؟ مهموناتو بیار پیش من،
اگر مهمونا اومدن پیش من، غذا رو من درست کردم، مشکلاتشو با من مطرح کرد، من شدم همه کاره، پس یعنی چی؟ من از نیازمند منه. خب پس مال منه. این و هر یکی برای ترفندایی. مثلا در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خب رقابت خیلی شدید بود. کل امهات المؤمنین هر یکیشون واسه خودشون یه گلی بودن. عایشه ویژگی های خیلی زیادی داشت. مهمترین ویژگی عایشه اینه که دختر ابوبکر و ابوبکر برای پیامبر خیلی عزیزه. یارغاره. اصلا ابوبکر عزیزترین شخص نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. در نتیجه عایشه مثلا هر گونه اشتباهی از عایشه صورت بگیره، هر کوتاهی صورت بگیره، در اقیانوس خوبی های ابوبکر پیامبر اون اصلا نمیبینه. خب در همین زندگی پیامبر مثلا حفصه است. حفصه هم برای پیامبر خیلی عزیزه، دختر عمره. حالا اینا غیر از ویژگی های ذاتی خودشون. یعنی عایشه بسیار زیرک، باهوش بود، حتی صاحب جمال و کمال، و اصلا خداوند متعال عایشه رو انتخاب کرده بود برای انعکاس دادن بسیاری از قضایای خانه پیامبر. معلم دوم امت. اون معلمی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اصلا خودشون میفرمایند که هیچ وقت جبریل به من وحی آورد در خونه هیچ کی از همسرانم مگر تو خونه عایشه. بله. خب پس عایشه خیلی جایگاه خاصی داره. بله. اما حفصه هم جای ویژه‌ای برای خودش داره. زینب بنت جحش مثلا خیلی برای پیامبر مهمه، دختر عمه است. عقلش الله تعالی تو آسمونا بسته. سوده که بعد از خدیجه اولین همسر پیامبر هست، خیلی برای پیامبر مهمه. اولین کسیه که همدم پیامبر شد در مدینه منوره در اون روزهای سخت و فاطمه رو بزرگ کردن. اینو حرفه. بعد ام سلمه که جایگاه خودشون و جمالش کم که از دهان عایشه بشنوید. بعد صفیه هست مثلا. صفیه برای پیامبر خیلی عزیزه. صفیه باعث شد که پیامبر صحابه رو تشویق کنند با یک ایثار بزرگ که از همه یهودیان بگذرن. صفیه باز از نسل حضرت هارون پیامبر هست، عموش موسی پیامبر هست، برای پیامبر خیلی عزیزه. حتی جویریه. جویریه که باز جایگاه خودش رو داره. و اون فداکاریه که به خاطر قومش بنی مصطلق همه جویریه خیلی حرفه. حتی ماریه پدر ابراهیمه. مادر ابراهیمه. اینو یعنی چی؟ یعنی اینو هر یکی بخواد با دیگری رقابت کنه احساس میکنه که نقطه ضعف‌های خیلی بزرگی داره، نمیشه. اما چی میشه کرد؟ روی پیامبر رقابت کردن، با پیامبر. چطور؟ ببینید این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از احادیث خیلی روشن برای ما پوست میکشند و روشن میذارن جلوی روی ما بفهمیم چطور این نهایت یک درس روانپزشکی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما توصیف میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خدیجه رو داشتن. بله. اما خدیجه در مدینه نیست. خدیجه 3 سال قبل در مکه فوت کرده. خدیجه برای پیامبر یک خاطره است. 25 سال زندگی مشترک، 25 سال تجربه زندگی مشترک و 25 سال تربیت نبوی. بله. خب الان اگر خدیجه در مدینه می بود و پیامبر این همسران رو می داشت، خیلی راحت بود که در هر نقطه‌ای خدیجه نگاه کنید، خدیجه معلم هست. بله. الان این معلم وجود نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هر کوچیک و بزرگی خدیجه بیادش میاد که اگر اینجا خدیجه می بود چی میشد؟ بانویه برای خودش. همه زندگی پیامبر و این ویژگی همیشه ویژگی خدیجگی، ویژگی همسر اول هر فرد. چون که این ویژگی یعنی چی؟ یعنی این شخص کسیه که من جوونیم رو با این تقسیم کردم.
بهترین روزهایی که یک مرد داره روزهای ابتدای زندگیش هست. رسول از 25 سالگی تا 50 سالگی رو همه با خدیجه همه با خدیجه بود و خدیجه ویژگی دیگه‌ای که داشت که تمام دختران پیامبر فرزندان پیامبر از خدیجه بودن مگر ابراهیم که از ماریه بعدها. خب پس پیامبر یک تجربه زندگی یک انسان الگو رو داره با خدیجه که خدیجه خودش الگو هست. بله. خب که پیامبر در هر کوچیک و بزرگی یاد خدیجه میکنه که اگر مثلا غذایی قربانی چیزی درست کردن پیامبر خوب خوشش میاد ازش میفرسته برای کی؟ دوستان خدیجه. برای دوستای خدیجه. کسی میاد پیش پیامبر فلانی ازشون استقبال چی میکنن که چی؟ این در زمان خدیجه میومد. طرف میاد در میزنه، پیامبر از نحوه در زدن میگه این هاره خواهر خدیجه. یعنی حتی صدای در زدن خواهر خدیجه رو بیاد داره از محبتی که به خدیجه داره. خب الان این با عنوان یک شیوه رفتار وفا برای ما خیلی ارزشمنده، اما برای همسران پیامبر چی؟ برای دومی و سومی و چهارمی و بعدش. و اصلا در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همه همسران غیرتشون میومد از عایشه. عایشه بیشترین کسی که ازش غیرتش میومد خدیجه بود، چون عایشه ویژگی‌هایی داشت که دیگران کمتر میتونستن با عایشه رقابت کنن. اما خدیجه ویژگی‌هایی داره که حتی عایشه نمیتونه. حالا ببینید عایشه هر چند بار یک پارازیتی میپرونه که یعنی خدیجه هر چی شد خدیجه با کشتی ما رو با خدیجه. خب تا یه روزی این تکرار شد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در غذای خانوادگی مثلا یه جایی حرفی میشه با یه لبخندی میگذرونه، یه جایی اصلا حرف رو نشنیده میگیره. اما وقتی که تکرار میشه و میاد احتمال داره که طرف رو به یک گناهی بکشه، به یک نوع تحقیر دیگران، به یک نوع غرور در خود فرد. الان مثلا اومد ام المؤمنین عایشه صدیقه فرمودند یا رسول الله، حالا پیرزنی که بیشتر نبود و خداوند متعال بهتر از اونو بهت داده، مرد و رفت. پیرزنی بود مرد و رفت، خداوند بهتر از اونو بهت داده. الان پیامبر سکوت کنه، خب یعنی چی؟ یعنی اینی که بعداً امکان داره که این بیشتر هم بشه. حالا پیرزن بود و مرد و رفت، الان فرداش یه حرف دیگه بالاش میاد و اینه که احتمال داره که همین فردی که این حرفو میزنه الان خب اگر جلوش گرفته نشه شاید به دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم همین حرفو بزنه. خیلی های دیگه هم پیرزنن، عمری ازشون گذشته. خب اینجا بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شدت عصبانی میشن. یعنی تصور کنید که خود عایشه ام المؤمنین و این خود ذکاوت امانت عایشه رو میرسونه، خودشون این حکایت رو برای ما تعریف میکنن. میفرمایند که پیامبر اون چنان عصبانی شد که موی سرش وایساد. تصور کنید که چه حالتی پیامبر گرفت که عایشه چقدر ترسید که احساس کرد که تو موهای پیامبر ایستاده. فرمودن که نه، خداوند متعال بهتر از اونو به من نداده. وقتی که همه مردم منو تکذیب کردن و گفتن دروغ میگی، این خدیجه بود که گفت راست میگی. وقتی همه مردم منو رها کردن و با من دشمن شدن، خدیجه بود که در کنار من وایساد. وقتی که من نیاز به مال و ثروت داشتم که بدونم دعوتم رو، این خدیجه بود که با مال و ثروتش در کنار من ایستاد. این خدیجه بود که خداوند متعال از اون به من فرزند داد، بس دیگران نداد، بس شما هیچی که به من فرزند نداد. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید نفرمودند که نخیر من خدیجه بیشتر از شما دوست دارم. اینجا حرفی از دوست داشتن به میون نیاوردن، صفاتی هست که بارزه. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موضوع رو کلاً سوال عایشه چی هست؟
که خداوند بهتر از اون رو به شما داده. اون پیرزن بود، من جوونم. عایشه به چی نگاه میکنه؟ به شکل نگاه میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دور این نقطه رو خط میکشه که چیزی که باعث میشه فرد ارزش پیدا کنه ارزش هاست، نه شکل و قیافه. خیلی زیبا. صداقت خدیجه منو شیفته خدیجه کرده، امانت خدیجه منو شیفته خدیجه کرده، در کنار من ایستادن و منو کمک کردن، کمک مادی و معنوی کردن، اینه که منو شیفته خدیجه کرده. اگر شما میخواید با خدیجه رقابت کنید، این مسیر رقابته. خیلی یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصلا قضیه رو نیومد گفتن که مثلا من بله خدیجه رو هر شما چشتون کرد، من بیشتر دوستش دارم. نه، اومد قضیه رو یک نوع تصادم و یک نوع جنگی تبدیلش کنه. قضیه رو کشید به چی؟ به اون چیزهایی که برای هر مردی مهم هست. برای هر مردی اون چیزهایی که از ازدواج، اینی که خانم ها تصور میکنن که آقایون فقط به خاطر اینکه فلانی خوشگله بهش محبت میکنه یا بهش بیشتر میرسه فلان، این تصور خانم هاست، اشتباهه. این همون عینک غیرت معکوسه، یه چیزایی رو نشون میده که واقعیت نداره. چرا؟ چون اصلا خوشگلی چه هست؟ معیارهای خوشگلی اصلا متفاوت هست. ما متاسفانه امروز چی شده است؟ امروز ما همین رسانه ای رو داریم که داره دروغ میگه به مردم. رسانه اومده معیارهای ارزشی رو اومده در مورد خانم ها خلاصش کرده، گذاشته همه رو توی چی؟ توی جمال و زیبایی، که واقعیت اینطور نیست. اصلا جمال و زیبایی، شما یک کسی رو میبینید که فلانی رفته یه زنی گرفته، شما تعجب میکنید چرا این زن رو گرفت، این که اصلا هیچ اصلا زیبایی نداره، اصلا زیبایی نداره، هیچ زشت هم هست از دید ما، از دید شما، اما از دید اون خیلی خوشگل هم هست. چرا؟ چون که اون چی رو درش میبینه؟ نه تنها این شکل رو میبینه، وفا رو میبینه، اخلاق رو میبینه، ارزش‌های اطرافی رو میبینه. هر وقت این صورت رو میبینه یاد یک سیرت زیبایی میفته که برای این صورت نهفته است. غیر از این سیرت اطرافش هم مهم است. یعنی سیرت عایشه رو وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبینه، کل تاریخ ابوبکر رو میبینه. حفصه رو وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبینه، کل اون جانفشانی های عمر بزرگ رو میبینه. ام سلمه پیرزن رو وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میبینه، اون جانفشانی ها و جهاد ام سلمه رو میبینه. همه اینها یه ویژگی هایی دارن که هر خانمی این ویژگی ها رو داره. یعنی هر خانمی یه ویژگی های خاص به خودش رو داره. اینجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نشون میدن که نه، اون چیزی که معیار هست و اون چیزی که زن رو پیش شوهرش عزیز میکنه، اون این ارزش هاست. و اگر شما میخواید رقابت کنید، رقابت در ارزش هاست، نه در افراد. یعنی میفهمید که غیرت باید در اشخاص نباشه، بلکه در صفات باشه، در اون صفات و ویژگی هایی که پیش شوهر فرد رو عزیز میکنه. اینی که من بخوام پیش شوهرم عزیزترین باشم، این حق هر فردی است. هر کسی میخواد که بهترین باشه پیش دوستاش، پیش شوهرش، پیش خیشاش، پیش مادرش، پیش خواهرش. بله. اما این که من میخوام به دل فلانی راه پیدا کنم، این دل رو چطور باید اسیرش کنم؟ ببینید یک واقعیتی هست که باز هم باید اعتراف کنم. خانم ها باز یه خنده‌ای میزنن، خوشحال میشن که نقطه ضعف‌های مردا رو ما همینطور میدیم. البته میگم اینا نقطه ضعف‌های مرداست، ما از این نقطه ضعف‌ها دیگه نداریم. نکنه که ما رو هم بزنن با ما هست. خدا نکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه بار به خانم‌ها میفرمودن که در قیامت بیشترین اهل جهنم من شما خانم‌ها رو دیدن. پس بیایید رقابت کنید. رقابت رو چیه؟ فتصدقنا. صدقه بدید، خیرات بدید در راه خدا، که این بیشترین میدان به شما میده در رقابت با
مردا برای رسیدن به چی؟ بهشت. بهشت و رضایت الهی. به زنها برخورد که چرا یا رسول الله ما بیشترین فرمودن تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، شما زیاد نفرین و بد و بیرا میگید، زبونتون یه مقدار نیاز داره که برش بشه و یه مقدار هم که چی قدر نشناسی میکنی، قدر نشناسی که شوهرت هر چی بیچاره هر زحمت و خیراتی میکنه، هر کار خوبی میکنه، یه اشتباه یه فولی کرد زدی همه رو که من ازت هیچ خیری ندیدم، از اول زندگی رو 30 سال زندگیست من بدبخت هیچ خوبی از تو ندیدم. 30 سال خنده بود، یه روزی اشتباهی بیچاره کرد یه فولی زد خلاص همیشه روز یادت میره. بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در توصیف خانم‌ها یه چیزی گفتن که بعضی هنوز نمیفهمنش، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعجب کردن، از باب حیرت میگن که من هیچ ندیدم افرادی که ناقصات عقل و دین باشن که بتونن با وجود این مرد هوشیار ذکی و باهوش و همین رو بگیرن اسیر خودشون کنن. شما زنها با وجود اینی که عقلتون کمتره، یعنی چی؟ یعنی مختون کوچیکتره، خداوند متعال مخ زنها رو کوچیکتر از مردها آفریده، با وجود این که مختون کوچیکتره، بله، با وجود اینی که در عبادت ها کمتر از مردها حتی عبادت میکنید. بله، چون بالاخره به خاطر طبیعت زن، طبیعت زناست، نمیدونم ماهی چند روز نماز نمیخونید، روزه نمیگیرید، جهاد نمیرید، همه این عبادت ها یعنی سوبسیدای عبادتی خیلی بزرگی به شما داده شده، تعلق گرفته. با این وجود که در عبادتتون از مردا کمتر، مختون در خلقت از آقایون کمتر، با این وجود از همین مخ کوچیکتون اینقدر ذکاوت و هوشیاری، این رو یعنی باهوشترید از مردا که میتونید بهترین مرد و باهوشترین مرد و عاقلترین و با ایمانترین مرد هم تو چنگ خودتون بیارید. این بزرگترین نقطه ضعف مرداست. این نقطه ضعف مرده که یک زن اگر بخواد فقط نیاز هست که چی؟ نیاز هست که عینک درست بپوشه. برای چی؟ نیاز هست که راه رو اشتباه نره. مثلا میگیم که شما که در یک خانواده ایم، یک همسری هست که با بیش از یک همسر در یک خانواده هست یا با مادر و با دیگران، چطور زن شوهرش رو تو چنگ خودش بگیره، اسیر خودش بکنه؟ این حقشه. اینه که به جای اینی که بیاد با شکل و قیافه دیگران بجنگه، به جای اینی که بیاد اصلا با دیگران بجنگه، خب بیاد با ارزش ها، اون چیزایی که مرد رو اسیر خودش میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجودی اینی که تو خونهشون 9 تا همسر دارن و این همسرایی که ما برخیاشو ذکر کردیم و ویژگی‌هاشون، برخی از صفاتشون، با این وجود خدیجه هنوز حرف اولو میزنه که اصلا وجود نداره. چند سال هم گذشته از حیاتش، از حیاتشون سالیان گذشته، وجود اصلا نداره، هیچ اثری اونجا از خدیجه نیست مگر دخترشون فاطمه. دخترای دیگه هم ازدواج کردن. بله. زینب هم هست. چند سال بود. بله. الان خدیجه هنوز تو زندگی پیامبر پررنگ، به خاطر این ارزش هاست. واسه اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به همسرانشون میفهمند که نشون میدن که اگر میخواید با خدیجه رقابت کنید، میدان رقابت ارزش هاست. میدان رقابت اون چیزیه که زن و پیش شوهرش عزیز میکنه. اما اگر من با زن دیگه بزنم بخورم، ببینید وقتی که همسران این رو خوب نمیفهمن چه اتفاقی میفته؟ میدان رقابت رو خوب تشخیص نمیدن. بله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خب عایشه است. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا میکنند که یا پروردگارا، من که تمام عدالت رو رعایت میکنم تا میتونم. ببین یک رعایت مطلق، عدالت مطلقی هست
یک عدالتی هست که در توان هست. عدالت مطلق وجود نداره اصلا. عدالتی هست که در توان هست که اون چیزی که من بیام انجام بدم. لا یکلف الله نفسا لا یکلف الله نفسا. اما مثلا در محبت، خب کدوم تو قلب مرد شیرین تره؟ اونی که خودشو شیرین تر کنه. این دیگه یه چیز. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد خدیجه مثلا میفرمایند انی رزقت حبها. در مورد عایشه میفرمایند انی رزقت حبها. یعنی چی؟ یعنی محبت چیزی نیست که من بخرمش. محبت چیزیه که روزی است که خداوند متعال به فرد میده. شما یه فرد رو میبینید اینقدر شیفتش میشید اصلا باش آشنایی چندانی نداشتید. این فرد خودش یه قدرت مغناطیسی در خودش ایجاد کرده. با چی؟ با صفتهاش، با ویژگیهاش، با اسم زیبایی که گذاشته، با در خانواده‌ای که توش هست. اون خانواده، یعنی مثلا تو خانواده ابوبکر صدیق هر کی باشه همه شیفتش میشن. چرا؟ چون این خانواده یک خانواده‌ای است که در خودش یک مغناطیسی ایجاد کرده که همه رو جذب میکنه. خب الان عایشه میوه این خانواده است. پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محبت یه روزی هست که خداوند داده. حالا میفرمایند که خدا در اون روزی که خودت عطا کردی دیگه منو محاسبم نکن. عایشه رو بیشتر دوست دارم. من عایشه رو بیشتر دوست دارم، اما به هیچ کسی ظلم نمیکنم. خب اطرافیان هم این مغناطیس عایشه خیلی مهم است. اینه که اگر کسی میخواد هدیه‌ای به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بده، خب دوست داره که در اون روزی بده که پیامبر تو خونه عایشه است. بله. خب الان همه همسرای پیامبر دیگه این براشون خوشایند نیست. شما هدیه رو میدید به عایشه، میدید به پیامبر. و همه صحابه هم میدونن که رسول الله عایشه رو بیشتر دوست داره و همین خاطر همیشه اون روزی که عایشه هست هدایا سرازیره. خب روزای دیگه خبر نیست. الان اگه باشه کمه. خب الان برای دیگر همسران این خوشایند نیست. تحملش سخت. خب چیکار کنیم؟ ام سلمه حرفش پیش پیامبر میره. سخن بره. میرن پیش ام سلمه جان شما برو به پیامبر بگو که به صحابه بگو که شما وقتی هدیه رو میدید شما هدیه رو به من میدید. حالا من هر جا که باشم منم دیگه. حالا چرا شما تو خونه عایشه؟ اومدن این رو مطرح کردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشنیده گرفتن. نشد. رفتن گفتن که چیش کار کردین؟ من رفتم به پیامبر گفتم هیچ اصلا توجه نکردم. من نذاشت. بابا باری دیگه بگو، یه جوری دیگه بگو. ایشون اومدن باز مطرح کردن، بازم پیامبر توجه نکردن. آخه مطلبی هست که چطور مثلا من پیامبر بره رو منبر بگه که اگر میخواید به من هدیه بدید دیگه هر روز بدید که نمیشه. اصلا خود رسول الله طلب نمیکنه، اون خودشون میارن. اون طرف یک محبتی داره، میخواد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک هدیه‌ای بده، میدونن که پیامبر صدقه و خیرات اصلا قبول نمیکنه، حرام از برای پیامبر. خب 3 بار وقتی که ام سلمه روی این اصرار کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که خواهشاً تو قضیه عایشه من اذیت نکن. اذیت گذاشته اینو. هم مثلا فهمیدن که یعنی این مسئله‌ای که ما داریم ابراز میکنیم در واقع این یک نوع حسادت هست به عایشه. به این رسول الله آزار میده. این پیامبر رو آزار میده. انقدر عایشه رو دوست داره که حتی همین رو هم تحمل نمیکنه. چه برسه حالا کسی بیاد توبه کردن گفتن که نه پس من دوباره روی این مسئله با پیامبر مطرحش نمیکنم. خب اینو حلی پیدا نشد. بس رفتن یه چند وقتی بعد گفتن که پیداش کردیم. فاطمه رو اگر ما بفرستیم پیامبر دیگه حرف فاطمه رو بیشتر از ما قبول میکنه. خب رفتن فاطمه و یا رسول الله همسراتون یه درخواستی دارن که این غذایی مثلا کسی اگر میخواد به شما هدیه بده مثلا بگید که فردا شب بیار که من خونه فلانی ام.
درخواست همچین درخواست معقولی نیست. اجرای حرفی که بزنی خوبه، اما عملی کردنش جالب نیست، اصلا شایسته هم نیست. خب عایشه فاطمه است در این موضوع باز دخالت کرده، پیامبر خوشش نمیاد از این حرف، میگه فاطمه جون منو دوست داری؟ جانم فدات یا رسول الله، هرچی من دوستش داشته باشم دوستش داری؟ گفت بله دیگه طبیعی است. گفت پس عایشه رو دوست داشته باش. دیگه حرف نزن. قفل شد قضیه. یعنی این مسائلی نیست که شما باید مطرحش کنید. مسئله اینه که شما باید خوش باشید تو زندگی. عایشه رو من دوست دارم، شما دوستش داشته باشید. یعنی اینی که بیایید حساسیت نشون بدید، این نباید تو خانواده پیامبر باشه. نشد. مدتی گذشت، گفتن آها پیداش کردیم. زینب دختر عمه پیامبر، عایشه هم باش یه در بینشون یکم رقابت هم هست. خب زینب جان کار توه، برو. زینب اومد، اصلا خب زینب این مقداری وقتی داغ میکرد قریشیه دیگه از بنی هاشم اومدن دخترم پیامبرم هست و به هر حال اومدن و قضیه رو مطرح کردن که یا رسول الله، ببینید مطرح کردن زینبیه دیگه، که یا رسول الله همسرای شما میگن که در میان ما عدالت کن. دیگه خیلی حرفه سنگینه. عدالت کن یعنی مثلا آرا ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اگر عدالت نکنن کی عدالت میکنه؟ اما با وجود اینی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در عدالت صدن تاپ، با این وجود در چشم همسران یک نقصی در عدالت وجود داره. احساس میکنن کوتاهش. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما بیاییم عدالت رو یک چوبی بزنیم، به عصایی دستمون بگیریم به همسر بگیم که نکنه زن بگیری ها، زن دوم و سوم و چهارم گرفتی و عدالت نخواهی کرد. این حرفه. اینو قبلا هم گفتی بودیم که این حرفه. اینو اصلا آقایون این ترفند خانم ها رو بذارن دور، بندازنش دور. عدالت در چشم خانم ها وجود نداره. شما اگر بیایید مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت کنید، باز هم همسرات میگن عدالت نکردی. پس اینه که این عصا رو بنداز کنار، این گوشاتو پنبه بذار، کلمه عدالت رو از دهن هیچ که گوش نکن، برو در مسیر اصلاح جامعه و خدمت به جامعه زن دوم و سوم و چهارم رو بگیر، باری از جامعه رو کم کن. بیوه زنی هست که یتیم داره، راه انا و کفل الیتیم هاتین، روز قیامت اگر میخوای دست تو دست پیامبر باشه بری بهشت، زنی بگیر که یتیم داره. السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله، اگر میخوای روز قیامت با حمزه و خالد و مجاهدین قعقاع و اینا دست به دست هم بدی بره بهشت، تکفل یک زن بیوه، یک زن مسکینی، یک زن درمونده، یک دختر مونده، یک دختری که میتونه به طور در کنار خوشبخت‌تر کنه، حرف عدالت رو بنداز کنار. بریم سراغ عدالت. نه زینب بنت جحش. زینب اومد این حرف رو زد. کجا این حرف رو میزنه؟ به محضر رسول الله صلی الله علیه و تو خونه عایشه فاطمه اومد و رفت، هیچی نگفت. حرفی که زدند یعنی درخواستشون برای عایشه درخواست موجهی هست. این جایزه ها رو بالاخره در اونا هم هدایا رو در روز دیگه بیان. اما پیامبر چطور اینو اجرا کنه؟ این چیز اجرا شدنی نیست. خب ام سلمه هم میاد این حرفو میزنه، عایشه نمیتونه حرفی بزنه. از عایشه بزرگتر، از احترام و بزرگیش جای خودش و حرفش هم توجیه پذیر است. اما اینجا که زینب میاد میگه که همسران میگن عدالت کن، این حتما به طبع پیامبرم نمیخوره، به طبع عایشه که به طریق اولا. عایشه هم که میدونه که این به طبع پیامبر نمیخوره، پس فرصته که صحبتی بکنم. بعدش دیگه زینبه دیگه. عایشه هم زینب هم حرفایی زدی مقدار سنگین‌تر از این هم بود،
عایشه هم از خودش دفاع کرد، بگو مگویی شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم لبخند میزدن، میخندیدن، میگفتن واقعا دختر ابوبکری. عایشه با رسول خط سرخ. و اینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این مسائل رو ببینید اصلا در اینجا دخالتی هم نکرد. تو با هم خروج جنگی بود، حرفی پروندن، این بود. اما بعدش چی؟ بعدش فردا مثل عادی بود. زینب کیه؟ زینب با عایشه، با این رقابتش، عایشه در مورد زینب میفرمایند که من زنی در ایمان و تقوا و پاکدامنی و صله رحم و انفاق در راه خدا و تواضع و فروتنی و خودش رو ایثار رو از خودگذشتگی سراغ ندارم مثل زینب. با وجود اینکه اینا با هم حبو هم هستن، با هم حبوان، اما این حبویی یعنی چی؟ یعنی اشتراک در زندگی یکی زندگی. یعنی مثل چی؟ حبوهای عاقل مثل خواهرها هستن. در یک خانه 5-6 تا خواهر هست. این خواهرها چقدر همدیگه رو دوست دارن، اما در بینشون هم یه نوع رقابت‌هایی وجود میاد که خودشون رو پیش پدر مادرشون عزیزتر کنن، از همدیگه احیانا یک نوع غیرتی هم میشن، یک نوع حسادتی هم به وجود میاد. همه اینها یک بگو مگوی هم پیش میاد طبیعتا. اینه که با وجود اینها اما برای همدیگه جون میدن، خواهرن. در واقع و در تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای حبوها لفظ خواهر اومده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی مثلا بخواد کاری بکنه که خواهرش رو طلاق بده، یعنی حبوی دیگر رو طلاق بده بدون هیچ چیزی سببی داشته باشه و اینا، با دروغ و با مکر و اینا، روز قیامت بوی بهشت رو نمیشه، یعنی خواهرش. پس این فضای زندگی مشترک خواهری هست، زندگی که ما در اون خیلی از اشتراکات داریم. ما اولا در یک خانواده بزرگ با هم مشترک شدیم. شوهر یکیه، فرزندان همین شوهرن، یعنی فرزندان همه ما هستن. خویشای این شوهر خویشای همه ما هستن. یعنی الان پدر مادر ام سلمه، پدر مادر ماریه، پدر مادر حفصه، زینب، سوده، خواهر برادراشون برای عایشه چی هن؟ همه خویشاونداشن، خویشاونداش میشن دیگه، خود به خود چون خویشاوندای شوهرشن. نه تنها برای عایشه، همین افراد کلشون برای همدیگه چی هن؟ همه خویشاوندای رسول الله میشن. یعنی الان ابوبکر هست پدر خانم پیامبر، عمر هست پدر خانم پیامبر، ابوبکر و عمر هر دوتا هستن پدر خانم های پیامبر، یعنی یه رابطه دیگه هم دارن. خب پس ما در این فضا یه فضای کاملا خانوادگی است. نه در دایره خانه واحد، خانه یگانه، خانه که بسیار شوهر هست و فرزندان هستند و بعدا نوه ها و نتیجه ها و حتی در اطرافیان، حتی در پدر بزرگا و مادر بزرگا و همه اینا. پس ما با یک خانواده بزرگ روبرو هستیم. تا زمانی هر یکی از ما باید در خوشبختی این خانواده سهیم باشه. اینجاست که دیگه غیرت اون معنا و مفهوم منفیش رو باید از دست بده. اینجا دیگه غیرت ما رو به حسادت نمیکشونه، غیرت ما رو به گناه نمیکشونه که این خط سرخه. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو به پیامبر چقدر بد گفتن؟ خیلی هنوز هرگز از خودشون دفاع کردن؟ نه. اما یه روز مثلا ام المؤمنین عایشه صدیقه میاد و در مورد ام المؤمنین صفیه یه مقداری قدش کوتاه‌تره. بله. گفتن که صفیه کتوله، نگفتن، اشاره کردن. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم الان دیگه جایی نیست که لبخند بزنن، جایی نیست که بگذرونن، نه، این خط قرمزه،
این الان طرف داره به طرف گناه میره. وقتی که یک گناهی صورت میگیره، یک قانونی از قانونها و یک حرمتی از حرمتهایی که خداوند گذاشته پایمال میشه، اونجا دیگه پیامبر به شدت عصبانی میشه و میفرمایند که شما حرفی زدی، حالا حرفی نزدن، اشاره کردن، بله. اما این اشاره بیانگر این حرفه. بله. این حرفی زدید که اگر این حرف رو تو دریا بندازیم کل آب دریا نجس میشه. اینقدر این حرف سنگین و بده. چرا که یک حرف، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که رب کلمت لا یلقی لها صاحبها بالا. وقتی اتفاق میفته که یک حرف که طرف که اون حرف رو میزنه اصلا بهش ارزش نمیده، همین شوخی کردیم، آقا یک حرفی پروندیم، شما دیگه نه. همین یه حرف احتمال داره که طرف رو 70 سال مسیر راه در قعر جهنم بندازه. از بس سنگینه، از بس که حرف سنگینی هست و پیامدهای این حرف سنگینه. در این حال این فرصت هم هست که احیانا انسان یه جایی یه حرف خوبی میزنه که این حرف خوب باعث میشه که پیامدهای بسیار خوبی داشته باشه. یه جنگ خانوادگی هست، با یه کلمه ایشون افراد به عقلش اومدن، این قضیه حل شد. یه مشکل بزرگ بود که با یک حرف ایشون، یه نصیحتی، یه حرف خوبی این قضیه رو حل کرد. این چقدر 70 مسیر راه در بهشت جایگاه پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه. پس اینجا یک حرفی زده شد که این حرف گناه هست. اینجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این رو برداشت نمیکنه، چون این غیرت منفی است. این غیرت طرف میخواد بگه که این طرف کتوله است، من بهترم. یه نوع خودخواهی هست، یک نوع ارزش دادن اون چیزی که جزء ارزش ها نیست. پس باید جلوش گرفته بشه. باید جلوش گرفته بشه، چون که کی شما رو دراز کرد، کی اونو کوتاه کرد، کی شما رو دماغ رو کج کرد، کی دماغ اونو بزرگ کرد، چشمشون. یعنی اینی که ما افتخار بکنیم به اون چیزی که به دستش نآوردیم، بدون این چیزی که ما درش سهیم نبودیم، این دیگه شرط عقل نیست. اجازه میدید یک بیان برنامه بگیریم؟ بریم. برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود. با ادامه این موضوع همراه ما باشید. ازدواج موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. در صحیح بخاری حدیث شماره 5090 و صحیح مسلم حدیث شماره 1466 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: زن به خاطر 4 چیز نکاح می شود. یکی به خاطر مال و ثروتش، دیگری به خاطر نسب و نجابتش، و آن یکی به خاطر زیبایی و جمالش، و یا به خاطر دین و ایمانش. پس زن دیندار را انتخاب کن تا سعادت واقعی نصیبت گردد. آداب همسرداری. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم.
در صحیح بخاری حدیث شماره 5214 انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که وقتی انسان دوشیزه‌ای را بر زن بیوه قبلی خود بگیرد 1 هفته پیش او بماند. بعد از پایان 1 هفته باید وقت خود را بین زن جدید و قدیمش تقسیم کند، ولی اگر زن بیوه‌ای را بر زن دوشیزه قبلی خود بگیرد 3 شب پیش این عروس بیوه باقی بماند و بعداً وقت خود را بین آنان تقسیم کند. عن عطاء رحمه الله قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 9، كان يقسم ل8 ولا يقسم ل1. در صحیح بخاری حدیث شماره 5067 و صحیح مسلم حدیث شماره 1465 عطا رحمه الله نقل می کند با ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بر جنازه ام المؤمنین میمونه رضی الله تعالی عنها همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در محلی بین مکه و مدینه به نام سرف حضور داشتیم. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود: وقتی که جنازه او را بلند کردید به آرامی و احترام آن را بلند کنید و آن را تکان ندهید و به احترام و متانت با آن رفتار کنید، همانطوری که در زمان حیاتش نسبت به او احترام می کردید. همانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 9 زن در نکاح داشتند که نسبت به 8 نفر از ایشان با نوبت و تقسیم وقت رفتار می کردند، ولی 1 نفر از ایشان نوبت نداشت. ام المؤمنین سوده بنت زمعه رضی الله عنها نوبت خود را به عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بخشیده بود. بعد از سلام مجدد خدمت همیشه ما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با برنامه سفره دل این هفته و موضوع غیرت در بین همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم که مطرح شد و گذشت و در بخش پایانی برنامه فرصت رو در اختیار شما بینندگان عزیز خواهیم گذاشت. عزیزانی که سوال، نظر و یا پیشنهاد انتقادی در موضوعات مطروحه برنامه سفره دل دارن میتونن با ما در میان بگذارن از طریق کامنت هاشون در صفحه فیسبوک ما و همچنین از طریق تلگرام و یا واتساپ میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات
نظرات، سوالها و پیشنهادهای خود رو با ما در میان بگذارید که انشاءالله حتما در برنامه مطرح خواهد شد. جناب دکتر اگر اجازه بدید من برم سراغ سوال اول که بیننده شما انتقاد کردن و فرمودن که به جناب دکتر رو مرا بفرمایید بگویید که مقداری روانشناسی بخوانند بعداً جواب سوال ما رو بدن. شما که میگید مرد، خلاصه صحبتشون اینه که مرد وقتی میره کار میکنه صبح است عرق میریزه میاد خونه، بالاخره این همون محبتشه. زن هم صبح تا شب وقتی کار میکنه و زحمت میکشه و تو خونه کار میکنه، این هم نشان محبتشه. پس بقیه چی شده؟ آیا زن نیاز به احساسات نداره؟ آیا بالاخره محبت نمیخواد؟ چه میفرمایید؟ اولا در مورد نصیحت اولشون چشم قربان، شما اگر لطفاً بفرمایید کتابایی که مناسب میدونید برای ما ارسال کنید با نوکریتون. مورد دومی که اشاره کردند، عزیز بزرگوار، شما ظاهراً برنامه ما رو دنبال نمی کنید. ما قبل از این در مورد کلیدهای عشق و چگونه ساختن محبت و عشق رو در خانواده، همه این فن و فوت‌ها برنامه‌ای داشتیم و همشون هم در شبکه‌های اینترنتی هست و میتونید بهشون مراجعه کنید. قضیه‌ای که شما رو به اصطلاح وادار کرده که همچنین سوء تفاهمی پیش آورده واسه شما اینه که ما گفته بودیم در شاید برنامه پیش بود که وقتی که یک مردی میره جون میکنه برای اداره خانه، این خودش بیانگر عشق و محبتی هست که به خانمش و به خانوادهش داره. این یه واقعیت هست. همینی که شما میفرمودی که یک زن در خانواده جون میکنه، بچه ها رو نگه میداره و خانه رو بهش میرسه، این عشق، نهایت عشق و محبت، نشان دهنده عشق و محبتش به خانوادهش هست، به خانهش هست، به شوهرش هست. این هم یه واقعیتیه که نه من میتونم انکارش کنم و نه شما. اما اینی که بله موارد دیگه هم هست، بله موارد دیگه هم هست، روابط، برخوردها، همه اینهایی که ما قبلا در برنامه‌های مختلف و به خصوص در برنامه‌های اخیری که در مورد عشق و عاشقی داشتیم اینا رو مطرح کردیم. شما اونجا اگر اون برنامه رو ببینید انشالله دلتون سرد میشه. اما یک واقعیتی هم که هست و اون رو تاکید میکنیم اینی که روند تربیتی یه فرد، شما نباید از یک فرد مثلا که در یک جامعه بسته، در یک روستایی یا چیزی یا در یک خانواده‌ای هست که ریتم زندگیشون اینطور بوده که اصلا پسر نمیدونه که چطور به همسرش بگه دوستش داره و ابراز محبت بکنه، چون در خانواده مثلا پدر اینطور رفتار میکرده، فکر میکنه که شوهر باید اینطور رفتار کنه. این خانواده رو به هم بریزید. این حرفایی که رسانه و فیلم‌های بی محتوا داره به جامعه ما میرسونه که به من نگفته عاشقتم پس دوستم نداره، به من هر روز نمیگه که مثلا قربونت برم پس دوستم نداره. این حرفا رو بذاریم کنار. واقعیت جامعه چیز دیگه است. واقعیت طبیعت انسانی و بشری چیز دیگه است. روانشناسی فردی و اجتماعی چیز دیگه میگه. پس این حرفایی که از تلویزیون ها میشنوی و از رادیوها و از فیلم های و نمیدونم سریال های بی بخار، اینا رو بذار کنار، با زندگی خوب کنار بیا و برنامه پیشین رو هم تماشا کن، انشالله که راضی میشی. درباره برنامه پیشین فرمودید، بیننده فرمودن برنامه کلیدهای عشق شما رو نگاه کردم و هر چیزی که شما گفتید اجرا میکنم. به شوهرم نازکتر از گل نمیگم، اما در طول هفته اگر نهایتش یک دفعه با من محبت بکنه اما بقیه‌اش خیلی مغروره، یک هفته از سفر رفته پیام میدم حتی جواب من رو هم نمیده، چی کار باید بکنم؟ ببینید عزیز بزرگوار، احتمال داره که شوهرتون از یه چیزی دلخور هست یا یک از یه چیزهایی. ما همیشه میگفتیم که در زندگی فعیله ها رو نذارید رو هم تراکم پیدا کنه. یه مشکلی پیدا شده، اون مشکل رو با صراحت حلش کنید. یه مشکل کوچیک میشه، یه مشکل بد میشه، شوهر روش نمیشه مطرحش کنه، اینا تراکم پیدا میکنه، تو دلش یه چیزی داره، از شما یه ناراحتی داره. حالا شما ببین که ناراحتی چی هست. اینی که شما میگید که من کمتر از گل بهش نمیگم، این کار خیلی خوبی میکنید و این رو ادامه بده، حتما نتیجه پیدا میکنید. عزیز من، ما وقتی میریم پیش دکتری به ما یه دارویی میده و میگه که آقا این دارو یک کورس داره، باید 3 ماه اینو مرتب اجراش کنی. پس یه بعضی مسائل هست که زمان بر هست و شما باید روی این خوب کار کنید، کار وظیفه خودتو انجام بده، اون رو سعی تمام تلاش شما باشه که ایشون رو خوشبخت کنید، بدون اینی که از ایشون
انتظارات داشته باشیم. من وظیفه‌م اینه که شوهرم رو خوشبختش کنم. وظیفه من این نیست که بازخواستش کنم که چرا اونطوری که من میخوام نیست. شما کار خودتو انجام میدید. این شوهرت اگر سنگ هم باشه و شما قطره آب به لطافت قطره آب با تکرار سوراخش میکنید، پس کار نشد نداره، شما کارت رو ادامه بده، حتما نتیجه میگیری. انشاءالله خواهر دیگری فهمیده. من دختری هستم که اساس پوچی میکنم و سرشار از استرس و استرابم و از ازدواج و شب ازدواج و مسئولیت ازدواج به صورت کلی میترسم. خواهر عزیز، اینی که شما احساس مسئولیت میکنید و میدونید که ازدواج یعنی مسئولیت، این چیز خوبی هست، اما اینی که میترسید، ببینید شما اولین و آخرین دختری نیستید که ازدواج میکنید. شما جزئی از یک خانواده بزرگ بشری هستید. از کی شما کمتر هستید؟ فلانی ازدواج کرد، خیلی از دوستای شما ازدواج کردن، چیزی نه زمین به آسمون رسید نه آسمون به زمین. پس این قضایه رو حلش آسون هست، یعنی اینی که خودت رو جزئی از یک خانواده بزرگ ببینی. دوم اینی که شما میگید استرس دارم، آرامش ندارم. ببینید آرامش خریدنیه، آرامش به دست آوردنیه. آرامش چی هست؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. با یاد خدا قلب ها آرام پیدا میکنه. شما رابطت رو با خدات درست کن. ببینید شما الان میگید که من آرامش ندارم، یعنی چی؟ یعنی سینه من یه ویرونه هست. ویرونه از کجا شد؟ وقتی قرآن توش نیست، محبت خدا توش نیست. محبت خدا باشه، عشق به دین باشه، پایبندی به ارزش ها باشه، دیگه از چی میترسم؟ وقتی که من بنده خدا هستم، از چی میترسم؟ میگم من میترسم ازدواج کنم ممکنه که زندگیم به هم بخوره. چرا به هم بخوره؟ مگه قراره شما یه کار بدی بکنید که به هم بخوره؟ شما میخواید یه چیزی رو بسازید. الان وقتی که من میخوام یه ساختمانی رو بذارم، چرا دلهوره داشته باشم خراب بشه؟ مگر این که من تو نیتم باشه که خرابش کنم، کارم درست انجام ندم. اما وقتی میخوام کارم درست انجام بدم، این مشکل برطرف میشه. یه چیزی که بسیار مهم هست، دعا. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد دادن که دعا کنیم که به خداوند همیشه التجا داشته باشیم که خداوندا بار الها من از هم و غم و اینا نجات بده، و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این باعث میشه که هم با اون باری که تو دلت هست اون بار برطرف بشه. این اوراد یا اذکار رو روشون کار میکنید و در عین حال اعتماد به نفست رو جلب میکنی. این مشکل شما به سادگی حل میشه انشالله، هیچ مشکلی نیست اصلا انشالله. پیام عجیب دیگری هم داریم که بیننده فرمودن من میخوام به شوهرم زن دوم بدم، اگر کسی پیدا شد خبر کنید. خواهر عزیز، غالبا شما منظورتون این شوخی بوده، چون که واقعیت اینطور اگر می بود، شما واقعا اگر صداقت داشتید در این یا جدیت داشتید، اینطور مطرحش نمی کردید. شما میخواهید زن دوم میدید، زن دوم رو به میل ما که نمیدی به شوهرت، به میل خودت میدی. پس به میل خودت باید خودت بری انتخابش کنی، خودت بری یک زن مناسبی رو انتخاب کنی اگر این توش جدیت باشه. اولا ما به شما هرگز توصیه نمی کنیم همچین کاری رو بکنید. به هیچ زنی توصیه نمی کنیم که به شوهرش زن دوم بده. چرا؟ خب چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه چیزی جالبی به ما میفرمایند که آرزو نکنید که با دشمن در افتید، اما اگر در افتادید مرد باشید. این دشمن شما هی میگید که باید خواهر باشن. نه، الان میخوایم قیاسش کنیم. شما میخواهید کسی به دیگه بیاد تو زندگی شما. بله. خب ما چه وقت این رو توصیه میکنیم و این رو یک دارو تلقی میکنیم؟ چه وقت؟ وقتی که شما میدونید که در محیط زندگیتون آرامش نیست. چرا آرامش نیست؟ به خاطر کوتاهی‌های شما. یعنی ما مثلا به هر خانومی که مشغول به کار هست، خانم شاغل، به هر خانم شاغل، به هر شکل، نه به طور عموم نمیگیم، به اکثر خانم‌های شاغل که ویژگی‌های خاص دارن، به اونها توصیه میکنیم که به شوهراشون زن بدن تا خانواده استقرار پیدا کنه، تا اون نقصی که تو این خانواده هست جبران بشه. اما مثلا یه خانواده‌ای که استقرار داره، نمیگیم به خانمش که برو
به شوهرت زن بده، مگر اینی که شما یک انسان والا و ارزشی باشید. شما میبینید که امروز مثلا فلان جا زلزله شده، خب خیلی از زنهای بیوه موندن، خیلی از دخترها موندن، شما مردونگی کنید، برید یک زن مناسب پیدا کنید بیارید و خواهر خودتونش کنید. خیلی حرفه. واقعا اون وقت ما میگیم به شما که واقعا مجاهد هستید. شما میدونید که در بین خانواده‌تون، در بین اطرافیاتون دختر عمتون مونده، فلان همسایه‌تون فلان رفتی و این شما یک زن ایدئال هستید. یک زنی هستید که دیگه میخواین به هر قیمتی شده بهشت رو بخرید. به شما میگیم مبارک. اگر شما از این نوع زنها هستید، اون وقت دیگه منتظر نیستید که ما برای شوهرتون زن پیدا کنیم. وقتی که خودتون میرین آستین بالا میزنید و اگر این کار رو کردید، من به شما الان میگم که شما از جمله زنهای بهشتی خواهید بود بیاری الله متعال. چرا؟ ببینید ما میتونیم استاد سلیمانی آدمای خوب باشیم، ما میتونیم مهربون باشیم، اما آیا میتونیم از خدا مهربانتر باشیم؟ امکان نداره. یعنی ما میتونیم انسانی باشیم که یک ارزش‌هایی رو در زندگیمون بیاریم اجرا کنیم، پایبند باشیم بهش، اما یادمون باشه که ما خدایی داریم. خدای ما بندگانش رو بیشتر از ما دوست داره. هیچ وقت خدا اجازه نمیده که من برای بنده خدا از خداوند مهربانتر و دلسوزتر باشم. نمیشه اینجور. امکان نداره. اگر من مهربان و دلسوز باشم و در فکر بندگان خوش باشم، خداوند در من مهربانتر، در فکر من حد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. تا وقتی که شما در خدمت دیگران و در همکاری با دیگران هستید، خداوند در فکر شماست و در یاری شما. اگر تونستی به این مرحله برسی، میگم مبارکت. من در همین فاصله صحبت‌های شما سوال دیگری یادداشت کردم که خواهری درباره همین صحبت‌های اخیر شما نوشتن. من برنامه شما رو دیدم و خیلی هم از این موضوع تشویق شما برای گرفتن زن دوم برای شوهرم که کمک بکنه برای یتیمی یا بیوه‌ای و سرپرست اونها بشه یا مطلقه‌ای خیلی تشویق شدم که بگیرم و از اجر و پاداشش مخصوصا خبر شدم. اما چیزی که نگرانم این که بی اتفاقی ایجاد بشه و مشکلی پیش بیاد. ببینید عزیز من، شما میخواهید خدا رو هم داشته باشید، خرما رو هم داشته باشید. نشد. شما میخواهید به بهشت برسید بدون اینی که سر راهتون یه خاری به پاتون بیاد. این امکان نداره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند که حفت الجنة بالمکاره. رسیدن به بهشت راش سخته. من یک خواهری رو آوردم با یک امید. شما کی هستید؟ شما هاجری؟ شما ساره اید؟ بله. ساره اومد شوهرش ابراهیم رو دید که شوهرم بچه دار نمیشه، خوبی کنم براش زن بگیرم. زن هاجر که خادمه بود پیش خودش داد به ابراهیم. ابراهیم بوش ازدواج کن. بعدش چی شد؟ بعدش این شد که هاجر صاحب فرزند شد، اون غیرتیش اومد. پس این تنش به وجود آمدن، مشکل به وجود آمدن میاد. دیدید خودت که زینب کی هست؟ با عایشه که کیان؟ امهات المؤمنین تربیت شده مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با هم دعوا میکنن. دعوا جای خودش. بعد از دعوا عایشه میاد میگه که از زینب و بهتر من سراغ ندارم، مؤمن‌تر، خوش اخلاق‌تر، بهتر. در آخرش هم میفرمایند یه مقداری بعضی وقتا داغ میکنه دیگه. خب این جای خودش. پس اینه که شما بیایید، این امتحان آزمایش الهی است، باید صبر کنید، باید بسازید. مشکلی به وجود اومد بسازید و بدونید که در هر مشکلی که به وجود میاد، در هر گذشتی که شما میکنید، همه اینها اجر و پاداش هست برای شما. مبارک باشه هم به شما و هم به همسرتون ازدواج جدیدشون ان شاء الله. خواهر دیگری فرمودن من از جمله خانمایی هستم که قبلا شوهرم خانم داشته و من خبر نداشتم، بس که جدا شده بوده شوهرشون. بعداً خبردار شدم و سعی کردم با موضوع کنار بیام، اما هرچی تلاش کردم که با این موضوع کنار بیام برام سنگینه و هنوزم دارم تلاش میکنم تحمل کنم. چیکار باید بکنم؟ اینی که این قضیه براتون سنگینه، بله سنگینه، یعنی واقعیت همین است و حق شما بود که شوهرتون به شما اطلاع میداد. حالا این کارو نکرده، اشتباه کرده، بله اشتباه کرده،
الان شما با یه واقعیت روبرو هستید. با این واقعیت چطور بسازید؟ آیا شما میخواهید از این زندگی برید بیرون دیگه اون شما سابق نیستید. شما الان بیوه میشید، شما اصلا خیلی از دیگه به هر حال زندگیتون به این صورتی که هست نخواهد بود. پس این وضعیتی که شما دارید از طلاق گرفتن 1000 برابر بهتره. پس شرط عقل نیست که من به خاطر اینی که فلانی به من دروغ گفته، خیانت کرده، هر چی اسمشو میخوای بذار، من بیام زندگی خودم رو داغون کنم. این الان زندگی شماست. شما شرط عقلت نیست که بیای این زندگی تو داغون کنی چون که چی؟ شوهرم بهم دروغ گفته. اگر شوهری مثلا زن اول داشته و حتی نگفته باشه به خانمش دومش که من زن اول دارم، بره زن دوم بگیره، چی؟ باز کار خوبی نکرده. یعنی زن داره میره زن میگیره، باید شفاف باشه. بله. در قضای ازدواج باید کاملا شفاف باشه. زن دوم اونجا چیکار کنه؟ دوم انتخاب خودش هست، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. بله. اما اومد اینجا بهش اطلاع نداده. بله. اشتباه صورت گرفته. ما نمیخوایم بگیم که شوهر کار خوبی کرده. بله. اما الان من زن دوم چیکار کنم؟ من زن دوم به خاطر اینی که شوهر به من دروغ گفته یا کار اشتباهی کرده نمیام زندگی خودم رو تباه کنم. الان من در این واقعیت قرار گرفتم که من زن دوم هستم و شوهرم زن داره، بچه داره، نمیدونم وضعش اینطوری هست. مثل این که خیلی از شوهرها میاد که طرف میاد ازدواج میکنه میگه من نمیدونم پول دارم، میبینه که هیچ کار است، میاد میگه که سالمم، میبینیم که معتاده، میاد. خب حالا که یک چیزی صورت گرفت، من با این واقعیت جدید چطور کنار بیام؟ اینجاست که من باید سعی کنم با این واقعیت کنار بیام و زن ایدئال باشم برای شوهرم. خب الان رقابت شما چی هست؟ شما الان مشکلی ندارید. شما اومدید در یه خانواده‌ای که تو اون یه زن دیگه هست. سعی کن که این خانواده رو خوشبخت کنی. حالا زن اول به شما به چشم کسی نگاه میکنه که شما شوهرشو دزدیدید. اون نمیدونه و قبول هم نداره که به شوهرش شما رو گول زده. حالا بفهمه نفهمه، قبول کنه نکنه، الان شما تو یک زندگی با یک واقعیتی روبرو هستید. باید سعی کنی این زندگی رو خوشبخت کنی. از زن اول به جای اینکه به عنوان یک رقیب بهش نگاه کنی، به عنوان یک خواهر بهش نگاه کن. و شمایید این وظیفه. من به زن اول نمیگم که با شما کنار بیاد، به شما میگم، چون شما اومدید تو این خونه جدید. الان شما باید خیلی گذشت بیشتر از زن اول کنید. ایشون اصلا گذشت نکنند، شما باید گذشت کنید تا این فضا رو بسازید. انشاءالله. برادر دیگری فرمودن دانشجو هستم، 4 سال تحصیل میکنم، تو 2 سال آخر دختری رو دوست دارم اما خانواده‌ام راضی نیستن و میگن که به دردت نمیخوره. هرچند کوشش میکنم که ایشون رو فراموش بکنم سخته برام، چون در یک دانشگاه و در یک گروه با هم تحصیل میکنیم، هر روزم میبینمش و میدونم که شاید این احساس من نسبت به اون نادرست باشه، اما نسبت به این احساسم چیکار باید بکنم چون پیوسته دارم بهش فکر میکنم. اولا برادر عزیز، شما فکر میکنید چیز طبیعی است. شما اگر شب یک آش شوری بخورید تا صبح رودخونه آب و دریا خواب خواهید دید. شما نیاز دارید، تشنه‌اید، اون طبیعی است. دوما اینی که ما به شما توصیه نمی کنیم که از یه دختری که با شما همکلاس هست و در یک مرحله هست و اینا ازدواج کنید، چون قضیه عمر رو ما بهش اهمیت خاصی میدیم. حداقل شما اگر با شخصی که به صورت هم عمر هستید ازدواج کنید، یعنی اینی که ایشون 5 سال از شما بزرگترن. خب پس اگر میخوای یک ازدواج خوبی داشته باشی، اینی که حداقل شما یه چند سالی از زنت بزرگتر باشید. این مهم هست، در روند ازدواج مهم هست. بعد از الان شاید شما این رو درک نکنید، اما بعد از اینکه سالیانی ازشون ما یه برنامه‌ای داشتیم در مورد بحران میان سالی، این رو حتما نگاه کنید تا این مسئله واسهتون هضم بشه. بعد از اون همه این مسائل رو که گذاشتیم کنار، اینی که این الان این تمایل شما نه عشق نه محبت، این یک نیاز هست شما رو به طرف چیزی که احساس میکنه نیازتون رو، تو آتشتون رو برطرف میکنه، میکشونه. چیز طبیعی است. اما یادتون باشه شما تنها ازدواج نمی کنید، خانواده ها هستند که با هم ازدواج میکنن. ازدواج شما یعنی رابطه خانوادگی بزرگ. این رابطه خانوادگی بزرگ در ازدواج عاقل باید
مطرح باشه و روش ارزشش باید حفظ بشه. واسه همین شما باید اگر میخواید که همین سوژه رو با همه این مسائلی که ما ذکر کردیم میخواید همین ازدواج صورت بگیره، باید بیایید خانواده ها را به هر صورتی شده راضیشون کنید. دست پای پدر مادرتون رو ببوسید، به هر صورتی که شده اینا رو راضی کنید تا فردای زندگی بچه هاتون پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه و خاله و دایی و عمه داشته باشند، روابط اجتماعیتون یک روابط سالم باشه. به میزان بزرگ بودن روابط اجتماعی عمر شما با برکت میشه، زندگیتون موفق میشه. بچه هاتون، تربیت بچه هاتون خیلی مهم هست. وقتی که یک بچه‌ای در این محیط اجتماعی بزرگ رشد میکنه که در اون 10 تا 20 تا پسر عمو پسر خاله و اینا داره، تا یک خانواده منبوذی که از کل خانواده بزرگ طرد شده، خیلی مهم هست. در زندگی شما تاثیر فراوانی داره. پس بچگانه فکر نکنید که آقا ما میخوایم ازدواج کنیم، من میخوامش، اون میخواد، پس دیگه هیچی دیگه هر کی میخواد نمیخواد سرشو بزنه به دیوار. ممنونم جناب دکتر. خواهر دیگری در فیسبوک کامنت دادن که من از کسانی هستم که برای شوهر خودم رفتم خانم گرفتم و کسانی که به هر شوهر نداشتن پیدا کردم و الان خودش باز رفته جای دیگری ازدواج کرده با خانمی که رنگ پوستش با ما کلا متفاوت است و من با اون رابطه‌ای ندارم با خانم جدید و الان من دور برای من میگن تو گناهکاری، چرا با اون رابطه نداری؟ بدم نمیاد ازش، فقط رابطه باش ندارم. آیا مقصرم؟ این که ببین خواهر عزیز، ما اصلا به شما توصیه شما رو تشویق هم نمی‌کنیم که بری باش رابطه برقرار کنی یا نکنی. این میل خودت هست، اختیار خودت هست. اما رابطه برقرار کردن به نفع خودت هست. خب به نفع آینده خود و بچه‌ها و شوهر و محیط خانوادگیتون هست. شما خودت یعنی اینقدر ظرفیت داشتی که اومدی در این شوهر کسی دیگه رو برای این شوهر آوردین. یعنی شما خیلی ظرفیتتون بالاست. شما یک زن طبیعی نیستید، یک زنی هستید با قدرت خیلی بالا. خب الان شما رفتید به میل خودت برای شوهرت زن گرفتی. بله. الان شوهر بنده خدا رفته به میل خودش برای خودش یه زن دیگه گرفته. یعنی همون کاری رو کرده که شما کردی. بله. خب شما همون کاری کردی که شما واسه خودت کردی. شما واسه خودت رفتی برای شوهرت زنی به میل خودت انتخاب کرد. حالا شوهر رفته به میل خودشی که دیگر رو انتخاب کرد. پس این برای شما باید اولا قضیه قابل هضم باشه. بله. و من از زن دوم نمیخوام مثلا که این مسئله رو حل کنه. از شما میخوام، چون شما این ظرفیت رو دارید. بله. که بیایید این 3 تا خواهر باشید، 3 تا خواهر باشید، چون این برای خودتون مفید هست، برای وضعیت تربیتی فرزندانتون بسیار مفید هست و محیط سالم خانواده رو حفظ کردن بسیار این کاری است که شما میتونید بکنید و حتما میتونید. یکی از بیننده خیلی ناراحتن، میفهمن که چرا فقط باید زنا بسازن. نه ما نمیگیم که فقط باید زنا بسازن، اما ما انتظار از کی همیشه بیشتره استاد سلیمانی عزیز؟ بله. انتظار از اون کسی که کلید دستشه. کسی رو شما میگید که آقا ما اومدیم دم در وایستادیم، همه نگاه میکنن دست کی؟ دست اون کسی کلید دستش که در باز کنه. این قدرت عشق رو در خانواده زن میسازه. مدیریت خانواده، اداره خانواده زن هست. خب و زنه که میزان تحملش از مرد خیلی بیشتره. زنه که حرص و فکرش اینه که خانواده و امنیت خانواده رو حفظ کنه. مرد نه، مرد خیلی وقتا کله شقه، زود از کوره به در میره. خب و خیلی هم حرفشون نیست. حالا ما اگر مرد رو بگیم، همین من مطمئنم الان مثلا از بینندگان ما حداقل 80% اون خانم هستن. چرا؟ چون که خانم اصلا خانه رو چی میگیم؟ خانم و خانه با همن. بله. صاحب خانه اهل بیت اصلا خداوند متعال وقتی که حتی مسئله طلاق هست میگه که لا تخرجوهن من بیوتهن، طرف طلاق داده شده. بله. اما خدا میگه این خونه اونه، بیرونش نکنین از خونه. شما حق ندارید اون رو از خونه تون بیرون کنید. نه. از خونهش. تا وقتی که داشت تموم نشد. پس چرا؟ کسی که خونه رو میسازه زنه. واسه اینه که انتظارات
همیشه انتظارات از اونیه که توانش بیشتره. شما امروز خیلی از مردا تعریف کردید. نه خب مردا دیگه به هر حال ما همدیگه رو بیشتر میشناسیم، اینه که مجبوریم احیانا ضعفای همدیگه رو لو بدیم دیگه. حالا دست شما در نکنه. خب چی میشه کرد؟ واقعیت هست استاد سلیمانی، واقعیت هست که همیشه زن، حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنا رو همونطوری که گفتم که چقدر پیامبر حیران میشن که واقعا من تعجب میکنم شما با وجود اینی که مختون کوچیک‌تره میتونید بهترین و عاقل‌ترین و زیرک‌ترین مرد رو با تقواترین مرد رو هم چنگتون میگیرید. به هر حال قدرتی که خدا داده دیگه، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. جزاکم الله خیر جناب دکتر. عزیزانی که سوال، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارند با ما در میان خواهند گذاشت. حتما در فاصله این برنامه تا برنامه بعد از راههایی که برای شما ذلیل میشه، از طریق فیسبوک یا از طریق تلگرام، واتساپ و هر راهی که شما توانستید با ما در ارتباط باشید. سوالها، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید و ان شاءالله حتما در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد. جناب دکتر صحبت پایانی. من باز هم یادآور میشم به همه عزیزانی که قضیه به هر حال قضیه زلزله منطقه غرب کشور از یادتون نره و بنا به اخباری که به من رسیده در اونجا خیلی از افراد ناباب، خیلی از افراد سودجو، به خصوص افرادی که در پی ویران کردن آینده این ملت هستن اونجا دارن فعالیت میکنن. سپاه با ملاهایشون، با آخوندا اونجا فعالیت بسیار زشت و فعالیتی در نهایت وقاحت رو اونجا شروع کردن برای به دست گرفتن بچه‌های یتیم و گمراه کردن خانواده ها و بچه‌های یتیم و سوء استفاده از فقر و بدبختی که در اون منطقه است. آقایون کردای دلی رو با همت و با غیرت اطراف، من واقعا دست اون پیرمردی رو میبوسم که الاغش رو به دست گرفته بود و یه عالم پتو رو میبرد به زلزله زدگان برسونه. این تنها نیاز زلزله زدگان پتو و نمیدونم خیمه و اینا نیست، نیاز آینده است، نیاز دست گرفتن یتیمان، بیوه زنان، زنایی که اونجا بی سرپرست هستن، همه اهل منطقه اولویت با کردها و همه اهل سنت و همه ایرانیان و اطرافیان همه دست در دست هم بذارید و این منطقه رو نجات بدید و نگذارید گرگای وحشتناک برند این انسانهای مظلوم و انسانهای نیازمند رو تکه پاره کنند و برای اهداف شوم خودشون از اونها استفاده ابزاری ببرند. یک بیننده عزیزی خواهش کردن قبل از پایان برنامه سوالشون رو مطرح کنیم در فیسبوک. در خدمتشون. 35 سالشونه، با دختر 23 سالی ازدواج کردن. یعنی مشکل نمیخوره؟ ازدواج کردید به مشکل نمیخورید؟ اختلاف میخواد ازدواج بکنه، ببخشید میخواد ازدواج بکنه. اگر شما با ایشون و اتفاق دارید و اینا، این اختلاف سال عمر شما زیاد نیست، طبیعی هست و میتونید ازدواج کنید. مبارکتون. نمازشون ان شاء الله که به سلامتی ما برای شما دعا میکنیم، سعادت و خوشبختی را شما میخوایم. ممنونم جناب دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر و سپاس فراوان دارم. تشکر خاص دارم از احمد جان کارگردان محترم برنامه و همچنین منیر احمد و رفیع الله عزیز که پشت صحنه تلاش میکنن تا این ارتباط پیوسته بین ما و شما برقرار بشه. از الله متعال در پایان برای تمام گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت رو خواهانیم. ما در هفته گذشته یکی از همکاران عزیزمون به اسم حسن تاجر، عمویشون از پشت صحنه بود، وفات کردن و همچنین داماد خود ما هم خانواده سلیمانی پدرشون وفات کردن. و برای این عزیزان و همه عزیزانی که برها در هفته گذشته و هفته‌های گذشته از برحال خانواده های ما از دنیا رفتن، بخشش، رحمت و مغفرت رو خواهانیم. از الله متعال می‌خوایم همین عزیزان رو مورد بخشش، رحمت و مغفرت خودش قرار بده و با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین محشور بگردانند. و از الله متعال می‌خوایم برای ما و شما توفیق فهم صحیح دین، استقامت بر مسیر رضایت الله متعال تا آخرین لحظه حیات و حسن خاتمه نصیب بگرداند و ما ذلک علی الله بعزیز. همه شما خوبان رو تو برنامه بعد الله متعال می‌سپارم. الله یار نگهدارش.